به قول یکی میگفت رابطه مثل دستشویی، ببخشید خیلی حرف زشتیه ولی مثل دستشویی میمونه. کسایی که توشن میخوان بیان بیرون، کسایی که بیرونن میخوان برن تو. همش ما دنبال اینیم که بعد وارد رابطه هم که بشیم چه کار میکنیم؟ آیا نگاه میکنیم ببینیم چیو داره بهمون نشون میده؟ آیا نگاه میکنیم ببینیم من تو چه زمینه‌ای میتونم مهربون تر باشم؟ نه، شروع میکنیم این چرا اونجوری نیست، چرا اونجوری نیست، چرا اون بهتره، چرا اینجوری کرد، چرا اون کارو کرد، چرا من بی محبتی کرد، چرا نه همه یه پوینت رابطه اینه که تو رو به خودت نشون بده. ما این کارو نمیکنیم. ما تو روابطمون اینجوری بهش نگاه نمیکنیم. ما تو روابطمون میریم که عشق بگیریم. اصلا خنده داره. رابطه جایی نیست که تو بری عشق بگیری. رابطه جاییه که بری عشق دادن رو تمرین کنی. رابطه جاییه که بری فروتن بودن رو تمرین کنی، بخشش رو تمرین کنی، گذشتن رو تمرین کنی، رها کردن رو تمرین کنی، دوست داشتن رو تمرین کنی، از خودت عبور کردن رو تمرین کنی، از خود شخصی